والله پاکی نما درود و درهبات منی واجهیم برا تو منی هاتونین گوهارا من امید که شما حال مرچی در دو برابر و سلامت ببی من بازگر و شادانو که واجه الله من یک موهی دیگه دا کو یک گزارش دیگه انشالله شما خدمت تا بین یک بحری چه گزارش گندین برگردین گو یک بانو که موفقین بلوچی که باز جهد و تلاش و کوشش کرده ما انشالله یک گپ پترانی کنیم و یک بحری چه گزارش بگندی تو برگردین انشالله ما ایبان کو شما معرفی کنیم ما رو همراه بید. بره و الان من اعتقاد دارم دنیا دچار یه بحران شده و هممون اضطراب، افسردگی، استرس زیادی داریم، هر کدوم به یک شکل تجربه میکنیم و تایمونم تموم شده. ولی به نظر من وظیفه هر آدمیه که تو این بحران کمک کنه در حد توانش به بقیه. و خیلی ممنونم که شما به من وقت دادین، صحبت کردین در مورد این موضوع، هرچند که افسردگی و اضطراب اینقدر دربارش باید صحبت بشه تا به یه نتیجه‌ای برسیم. ولی کلا چیزی که من از حرف شما متوجه شدم که افسردگی هم یه بیماریه، قبولش کنیم که نیاز به درمان داره، نیاز به کمک داره، نسخه نپیچیم و از طرفی هم هر فردی براش متفاوته. باید ما تلاش کنیم بهتر بشه تو این دنیا. ما به جسممون اینقدر اهمیت میدیم، پس به روحمون هم باید اهمیت بدیم، چون واقعا از پا در میایم اگه درگیر اینجور مسائل بشیم و درمان نشه. و یه چیز دیگه که اگه افسردگی رو توی مراحل اولیه درمان نکنیم بعدش اینقدر سخت میشه که تبدیل به یه غول سیاهی میشه که آدم اصلا نمیتونه ازش فرار کنه. ما یک مهمانی هستش ما گندید که یک بانوک بلوچی موفقی ما در تهران ای بانوک دعوت کرده ای که چه موفقین تحصیل کرده این بلوچانی که در تهران داری کار کند بانوک اسرا ساسان که ما شیعی بانوک لوتکه و ترپ ما معرفی بکن. تو یک سلام علیک خانم ساسان وشیعتی یک سلام علیک گوم بینندگان و گندو کام بکن و ما انشالله با هم یک گپتران انشالله انجام بدیم. ما شما خدمت آج ارزایی من سلامش خدمت شما و بینندگان برنامه معیار جل. خیلی خوشحالم که مروش در خدمت شما هستم. منتوار سپاسگزار چشما بانوک اسرا ساسان شما را ما بالاخره جا یاریم و به عنوان یک فعال اجتماعی و یک کنشگر اجتماعی و مجازی شما باز فعالی به عنوان یک بانوی تحصیل کرده بلوچی باز شما جهد و تلاش و کوشش کرده والا یک معرفی و تپ میگندو که انجام بده و بگوش که تحصیلات چیه و حالا ما ادامه سوالاتش شما جسته کنه. خیلی ممنون. من اسرا ساسانو رشته تکنسین دهان و دندان و دانشگاه علوم پزشکی ایران شهر بعد که فارغ تحصیل بودم در حال حاضرم یک مدتی کارم کرد کلینیک الان رشته روانشناسی و تهران درس وانه رشته روانشناسی تکنسین دهان و دندان چی بو که تهرانی احتش ما تهران هم زندگی کنی چی بو که تهرانت انتخاب کو و دری باره هم پا ما توضیح بده. اولین علتی به خاطر شغل همسرم که ما تهران بعدم تحصیلات وتون و خب یه مدتی هم کارم کرده دلیل همشی بود برای زندگی احتیاده. شغل همسر شما چیه؟ زبان آلمانی تدریس کن. در واقع مترجم و مدرس زبان آلمانی هم. بلوچی دیگه؟ بله بلوچ. خیلی هم خوب یک بلوچی در تهران خانم ساسان هم وقتی هنرمندی هم من بگوشم که ایبانوک دختر واجه استاد رحیم ساسانه که شما پک جای یاری کنیم و یک استاد ما هم یک دستبندی میکنه واجه استاد ساسان هم سلام علیکی بگوشم واجه خدمتی و همسر خانم ساسان هم مترجم زبان آلمانی و ایشی در تهران مشخصه که به هر حال دارای ظرفیت و جایگاه خیلی خوبی و باز تلاش کرده. خسته نباشید گوشم. خانم ساسان شما ما رو گوش که به عنوان یک فعال اجتماعی و کنشگر اجتماعی فعال مجازی و تحصیلات عالی که شما را هستید داره کار کنی یک بانوی موفق بلوچی شما از نظر ما دیدگاه شما باید در خصوص فعالیتان رو چیه و چه چشماندازی هستید؟ شما خیلی لطف هستین شما و خیلی از فالووران من که مثلا من موفقم هرچند که من خیلی موفق نزان چون یه سری ایدئالات ذهن من هسته من هنگه به آن نرسیدم ولی من کلا فعالیت مجازی یا فعالیت پیج من کلا ماهیت پیج من شید که من از همون اولیتون در مورد مسائل روانشناسی خبرم کلای بونکی و پزشکان چون یک سری آگاهی کلا کشور ماست نسبت به مسائل روحی خیلی کمه و دیگه به نظر من اینستاگرام یه فضای خوبی برای اطلاع رسانی در موردش ارتباط با چندین پزشک و اساتید و تو خبرون کو به زبان خیلی ساده که برای تمام قابل فهم بیته
بعد از فعالیتان و تو مثلا من خیلی به شعر علاقه اون هستم، مثلا حالت دکلماتوری که ته پیج بعد از فعالیتان ورزشی و تون گشته، چون من مدال بدمینتون رو هستم مسابقات کشوری، بدمینتون ورزش حرفه‌ای من ته پیج بعد این فعالیتان و تو هم ناطق بوده. ماشاءالله، شما هم ورزشکاری، هم هنرمند، هم تکنسین و هم یک بانوی موفق. باز خوبه. ما رو بگوش که شما نقش فضای مجازی در توسعه جامعه بلوچستان چطور گندی؟ بخصوص در جامعه‌ای که الان جنینان بلوچان مثلا بانوکان کلا باید در این جامعه ببن، این فضای مجازی شما به عنوان یک بانو که ما رو باشه که چه نقشی تو ایفا بکن در توسعه فرهنگ بلوچستان و ورود جامعه زنان و دختران بلوچ به عرصه‌های فرهنگی و هنری؟ اینستاگرام و فضای مجازی اگر درست استفاده ببیته به نظر من خیلی فضای خوبه، چون یک فضای بازی، هر کسی تو اظهار نظر بکن بر اساس سلیقه وتی، بر اساس چیزی که بلده به دیگران حالا به اشتراک میادیته. به نظر من خیلی خوبه، فضای خوب آدم اگه درست استفاده کن، تجربیات مثبت وته به دیگران بگوشی و یک کمکی هم بیته و خیلی چیز معمولی، هرچند که یکم جا افتاده نه تو منطقه ما، ولی الان خیلی هستن که فعالیتان مثبتیش مثل تلویزیون، رادیو برای اطلاع رسانی و به نظر من که خیلی فضای خوبه. از محدودیت ها و مشکلات بگوش شما تا این مسیر موفقی، مشوقانی هم قطعا شما رو بوده، از مشوقان دوگش، از محدودیتانی که به هر حال غلبه کرده برای ایشان برای ما توضیح بده. خب محدودیت همیشه هست، خصوصا برای خانوما، خصوصا در فضایی که آدم با هر نوع مخاطبی طرفه، با یعنی هر قشری، هر نظری توانم بده. ولی خب من خدا رو شکر خانواده من حمایت کرد، چون من از همون اول یک هدفی هم هسته وقتی وارد فضای مجازی بودم که فالووران من مثلا تا حدودی متوجه بوده که من فعالیتی کنم که در لوتی از تجربیات و تو میگوشم منش واقعا حمایت کرده، همسرم که توماتون شام واقعا منش حمایت کرده، ولی 100% محدودیت بوده. ولی آدم به نظر من نباید کم بیاری تجربه اینجور محدودیت ها. خیلی خوب، چون که دقیق و درجه یک شما جواب دهید سوالا، واقعا همین چون باید آدم تلاش بکن بر محدودیت هم باید غلبه بکن و ایشی جز تلاش به هیچ مسیر دیگه میسر نه. خانم ساسان ما رو بگوش که چشمانداز جامعه زنان و دختران بلوچ چطور گنده شما؟ دوست داره مثلا یک زن بلوچ، دختر بلوچ قطعا از ظرفیت بالای برخوردارن زنان جامعه بلوچ ما، دوست داره به جایگاه واقعیش کجا برسن؟ یعنی چه توصیه‌ای هستن برای زنان و دختران بلوچ که لطفاً در مسیر جامعه و موفقیت‌های برای چه علمی، چه کاری، چه فرهنگی، چه هنری قرار بگیرن؟ خدا رو شکر که الان خیلی از خانمان بلوچ تحصیل کرده، انت اجتماعی فعالیتش هسته و یه سری محدودیت‌هایی که قبلا بوده الان نه، حتی خانواده‌هان هم حمایتش کنه. به نظر من برای یک جنین لازمه که تا یه حدی بالاخره تحصیلاتی ببیته، حالا نمیشه مدرک دکترا، ولی یه حدی که بتونه اجتماعی فعالیت مثبتی ببینه، چون قراره اینکه یک جنینی یک چوکی تربیت بکنه، به عنوان یک نقش یک مادری هسته و خیلی مهمه به نظر من. حتی همین فضای مجازی هم خیلی هست فعالیتان مثبتیش هست، درآمد تونم کسب کنه از فضای مجازی، چون اگه درست استفاده بشه خیلی ظرفیتی هست و همیشه که وقت باورش بیته به تواناییان وقتش باور بیته و ایشی محدودیت فقط ذهن ماش ماه، اصلا به شرایط و امکانات نه. وقتی آدم تلاش بکنه در هر شرایطی تو انت به موفقیت برسیده. من لطفاً شما رو جز کنم که توصیه تا برای زنان و دختران بلوچ که شما در همین جواب داد تو که وقت باور بکنن، جنینا خانم ها و دختران بلوچ وقت باور بکنن و قطعا اگر باور ببی به هر هدفی که شما بلوچی رسیشی، شعار نه، در واقع یک واقعیت و یک حقیقت محضی که شما باید وقت باور بکنید و تلاش بکنید. خانم ساسان ما رو بگوش که برنامه شما برای آینده چیه؟ لوته به عنوان تهران قصد بازگشت به استان نداره، شهرستان؟ برنامه من راستش اول برای درسون که درسون تمام بیته بالاخره مدرک بته بگیرم، مقاطع بالاتر ادامه بدم و اگه که شرایط مثلا کار تو منطقه وقتی بلوچستان بیته 100% من همیشه تا پیجم از من یه چیز جز سکنه پچی برمگردم وقتی که متعلق به اوده هستون. چه بهتر که آدم وقتی
تواند توانایی هستن برای مردم بعد در اولویت خدمت بکنن. عالی، دست شما در نکنم. یکی از خصوصیات جالب خانم ساسان هستش این که در قلب تهران به سنت و به آب به حال تعصب بلوچی و پایبند و لباس بلوچی گورکم ما به حال گندین واکنشان و مردم خیلی استقبال کنم از ایشی که لباس بلوچی در هر حالت گورنش قابل تحسین و من ایشی به فال نیک بگیرم. واکنش مردم چیه نسبت به ایشی که شما لباس بلوچی گور کنی؟ آیا استقبال مثلا کنه خوشش یه دیدگاهش چیه؟ یه خاطره بر ما داریم عباس اگه بگوش. مردم که استقبال کنه، چون اگه ما شما دقت بکنیم لباس کلا بلوچ، قوم بلوچ به نظر من تنها قومی که لباسی تمام جاتون استفاده بکن گوری بکن، حتی ما شما جای رسمی هم که روین حتی شما بعد من دیسته بوده که لباس بلوچی گوری کن. لباس ما یک لباسی که همه جوره کامله، آدم هر جایتون استفاده بکن. وقتی که مثلا یک شهری آدم رو مثلا که از اقوام مختلفی هستن واقعا هم خوشش یه تحسین کنه، واقعا منش گشته بوده که خوبه که شما لباس فتش داشته، هم که واقعا آدم متفاوته دیگه. به نظر من خیلی خوب آدم لباس آدم حفظ بکن، چون لباسی بخشی از هویت و اصالتیه در کنار زبانی. خاطره همشه که خب خیلی هم به برخورد اول فکر کنیم مثلا که شما هندی یا شما مال پاکستانی خیلی بده که مثلا تا کشور وطن آدم لباس شناخته شده میبیته، ولی بعد که توضیح دادم پرش متوجه بشن خیلی هم استقبال کنه واقعا. خیلی خوب. و ایشی باز جوانین مزنین کاری که شما داری کنی و همچی که توانه فرهنگ غنی و ارزشمند قوم بلوچ شما معرفی بکنه، من واقعا به شما تبریک عرض کنم و هم شما هم خانواده و همسر محترم شما. منتوار خانم ساسان، اگر چنانچه حرف نگفته ای اگر هستن رو به دوربین پایگاه اطلاع رسانی میارجل ما رو به دوربین به ما باشید. من از شما خیلی ممنونم واقعا، ولی یک چیزی رو بگوشم که فضای مجازی فضای بدی نهه، فضایی هستن که اگر که طرف درست و اصولی با حد و مرز از استفاده بکنه، خصوصا برای ما جنینان و خصوصا برای قوم ما شما بلوچان که یه سری حد و مرز هستن طی خط قرمزها، فضای بدی نه برای تبادل اطلاعات، برای یادگیری، حتی برای انتقال اطلاعات. آدم خیلی هستن تحصیل کردن تو این چیز یاد بده الگو بده برای خیلیا، و شی که من رو از خانواده حمایت بکنه وقتی که و توهین مکنه گارد مگیره نسبت به مسائلی که فعالیت یک جنینی که واقعا خدا شکر پیج من حمایت کنه. تا الان من نظرات مثبت میگم، حتی هرچند که اوایل چون نبوده، ولی در مورد فضای مجازی همشی برتام باشم. منتوار چشما خانم ساسان که وقتی وقت در اختیار ما قرار دادی و یهتی ما ادامه گپ پترانی گوش ما بکنیم. ما برای شما آرزوی موفقیت کنه، انشالله که این مسیر تا همیشه موفق بید و همه چیز بر وفق مراد شما ببینید. شما هر حال این مسیر ارزشمندی و ما برای شما بهترین ها را آرزو کنه. چشما گندو کنم که گماهو رو همراهی گذاشته باز منتواریم و انشالله که بتونه در گزارش‌های بعدی گزارش‌های بهتری تقدیم شما بکنه. هر جا که هستت مدام سلامت باد، خاوند میارت. خدا حافظ.